دفتر مطبوعات ریاستی کارهای داخلی ولایت سوخ در یک گزارش تلویزیونی از بازداشت راننده خبر داد که روز 13 اکتبر در ناحیه مسجد نسبت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی بدرفتاری کرده است. مقامات حمله را به یک ناظر راه شرح داده گفتند که حادثه زمانی رخ داد که صاحب دولتزاده نقلیاتش را در سمت مقابل گذاشت و با طلب ناظر راه حجت‌هایش را پیشنهاد نکرد. بعد این به گفته مقامات دولتزاده 34 ساله نقلیات را به حرکت درآورده به فرخجان حمزه زاده سرژانت میلیسه جراحت جسمانی رسانده جای حادثه را ترک می‌کند. اطرافیان کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی را به بیمارخانه بردند و به گفته مقامات احوالش خوب است. هرچند نظر این راننده و نزدیکانش درباره قضیه مستقلانه گرفته نمی شود و در این گزارش حالت را تصدیق می کند. گفت حجت ندادم هم در قپید های کردم که نمیدونم چند های کردم رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چی رو کنم تمام اینجوری قکور. نوار این حادثه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در ویدیو دیده می شود که ناظر راه به کنار راه افتاده است. مقامات گفتند راننده را به حبس گرفته فعلا برای آغاز پرونده جنایی چاره‌ها اندیشیده شده ایستاده است. در نوار پخش کرده مقامات دیده می شود که راننده و ناظر راه چند لحظه میان هم بحث دارند ولی روشن نیست که دعوای آنها بر سر چی بود. روانشناسان در شرح این حالت میگویند چنین برخورد بعد پیدا شدن وضع بد روانی به وجود می آید. در وقتی که مناسبت بین دو شخص از سرحدها میگذرد در آن وقت مخالفت به وجود می آید. در کدام وقت؟ در وقت تحقیر کردن، پس زدن شخصیت، گذشتن به حالت شخصیت، به عزت و احترام شخصیت، در آن وقت این سخن خیلی تاثیرناکند و سخت میرسد. این حادثه بحث‌ها درباره فعالیت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در تاجیکستان را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. بعضی‌ها از کار ناظران راه انتقاد کرده آنها را برای گرفتن پاره از رانندگان تنقید کردند. باعث تأسف است که واقعاً چند وقت اخیر در مناسبت میان کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و راننده ها همین گونه حادثه ها رخ میدهند و این بیهوده نه، زیرا که به همه معلوم است که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ویژگی های فعالیت خود همچون منبع درآمد استفاده میبرند. با وجود بازداشت و مجازات رانندگان چنین حالتها چندین سال است که مشاهده می‌گردد و در شبکه‌های اجتماعی نوارهای آن نشر می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.